کریمова از باختر ولایت ختلان به ما این نامه را نگاشته است. این مادر در نامه نوشته که با زحمت زیاد با چقدر رنج و عذابها فرزند را به دنیا آوردم با نام ساربان و به او نام بابایش را گذاشتم تا در آینده مثل بابایش با محبت خاکسار انسانی نجیب و شریف گردد. ولی افسوس که من خطا کردم. آخر پسرم چون به سن 18 رسید ولی ختم مکتب میانه حجتهایش را به دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه سپارید. او 2 سال تحصیل علم کرد. راستی از آوان کودکیش خیلی محبت به فاکولته شهرشناسی داشت. خورد بود در سن 1 سالگی که پدرش به صدمه انیقترش صدمه اتومبیلی دچار می شود و از دنیا می گذرد. او به تربیه من بود. به خاطر تنها یک پسرم که همگی بود و شدم یک فرزند بود دیگر خاندار نشدم و با کسی عائله دار نخواستم. اینک مدتی 4 سال می شود که جگربندم ترک دانشگاه ملی کرده که با چقدر زحمت ها او را به وایه رسانیده با پول نفقه با پول مهنتی که در خانه همسایه ها کار میکردم و او را میخوراندم و میپشانیدم داخلش نماده و از تاجیکستان امروز به شهر روسیه رفت. با یک دختره که او هم تاجیک است از ناحیه جلال الدین بلخی سعیده گفتنی یک دختره که سالیانی دراز در روسیه بوده است شناس می شود و او صاحب 4 فرزند شوهرش در دنیا نیست. انیقترش او را با کدام کار یا با کدام نافهمی یعنی جرأت‌هایش به قتل رسانیدن آشنایی پیدا میکند و تا جایی که میدانم حتی نکاح کرده است با سعیده که 4 فرزند دارد. پسری من که حالا پشتش را ندیده. اکنون من در جستجوی او شدم و روز سراغش را پیدا کردم با او گفتم سلام من با امید خانه نشدم جوانی را برباد دادم ولی اکنون امروز که خودت را شناخته ای از من فراموش کردی. من را دیگر غم ندید. من دیگر کودک نیستم. من خانه‌دار شدم. خدا با من یک باره 4 فرزند داد. میگوید که صغیره رو کلان کنی ثواب میگیری. به خاطر ثواب من دیگر از بری سعیده و فرزندایش نمیگذرم. آخر من مادرت هستم. تو مگر فراموش کردی که جوانیم به خاطر تو برباد رفت. به خاطر تو من دیگر خانه‌دار نشدم. حالا که خریدارانم زیاد بودند. نخواستم تگ دست پیاندر باشی. نخواستم سرزنش و ملامت شنوی. نخواستم که همیشه زیر سایه پیاندر قرار بگیری. ای مادر جان این گپا رو دیگر نمیخواهم. زندگی هم خوب است. خدا خواهد که اگر شد به خبرگیریت می آیم. پسرم آخر برای من مشکل است. من تو رو یاد کردم پزما شدم. بیا از حالم خبر بگیر. بیماری هم خروج میکند. دکترها من را بیماری سرطان گفتند. ای دکترها دروغ میگویند. گفتن میگیرند. تشخیص دروغ میگویند برای پول. خد تقام هست کو عمکایم خاله هایم نگاه بینی کنند. پسرم تو با من چگونه مناسبت میکنی؟ میگوید مادر. نه مادر جان التماس به من خلل نرسانید. من زندگی خوب دارم. عمکایم نگاه میکنند. تقایم میدانم نگاه میکنند. نه پسرم جای تو دیگر است. هرچند به او گفتم زاری و تولا کردم. نه مرا دیگر سراغ نکن. من دیگر بر نمیگردم. و اکنون شنونده های عزیز من به شما این نامه را نگاشته به خاطر که سرم را به کجا زنم چی کار کنم حیران ماندم. ای کاش در جوانیم باری دیگر عائله دار می شدم. کاش فرزندانی دیگر به دنیا می آوردم. شاید یکی از میان آنها با ناموس می شد. باقی تنسیتی خانوادی شما را انتظارم و آرزو و تمنا دارم. میخوام مسئله شما را شنیده باشم که کجا روم و کجا مراجعت کنم. آخر پسرم را در کنارم دیدن میخواهم. بود و شد همگی یک فرزند یک پسر. همدیران عزیز ما این نامه را به خاطر قرائت کردیم که شما نیز اندیشه خود را گفته باشید. ما البته طریق نامه می توانیم که
پیرامون این نامه فکر اندیشه شما رو شنیده باشیم، حتما با ما نامه نگارید. و مادر در فرجام در مکتوب در آخر آورده است که میگوین که به هیچ زیر قدم مادران است. شاید بعضی فرزندان این چیز را درک نکرده باشند. دل مادر از کجا میدونند؟ و شنوندگان عزیز، البته بیودن این نگفتن در عرفیت که دل آچه با بچه، دل بچه با کوچه، ولی نباید که هر یک جوانی که مادر خود را احترام دارد، دوست می‌دارد، قدر می‌داند، با چنین رفتار سزاوار باشد. هیچ گام نباید. باقی قضاوت این نامه را بر شما میگذاریم. شنونده عزیز، ما منتظر نامه های شما هستیم. من به همه شما تنصیحاتی میخوام. سیفالله بازار، سلامت باشید، خانه آباد. و پیش از آن به خیر والدین برسید که لایق شیرعلی میگوید یکی سیم و زر و گوهر بخواهد، یکی از آسمان اختر بخواهد، دل من از همه چیز قیمتتر دعا و حکمت مادر بخواهد. زیرا بار دنیا نیست بر دوش زمین، بار دنیا دوش باری مادر است. گر نفهمد و از فهمش های ما، دو راه و روزگاری مادر است. سلام.